سلام، الهام عبدی هستم. این قسمت میخوایم یه فیلم دیگر رو نقد و بررسی کنیم. نمیدونم برای تنوع از این به بعد اسمو بگم یا نه، ولی فکر کنم دیگه عادت کردم به این موضوع تو این چند قسمت قبل از هر چیزی به خاطر صدای محیط معذرت میخوام، ولی یاد گرفتم که با نرم افزار پریمیر ریدیوس کنم، کم کنم صدای محیط و نویزای محیط رو. ولی خب اگرم که اومد بدونین دیگه در نهایت خیلی دیگه کم شده، کمترین صدای محیط رو میشنوید. فیلم لاوینگ وینسنت اولین چیزی که میشه در موردش گفت یا نظر جلب میکنه به خاطر اجرای کار هستش، اجرای کاری که برای فیلم انتخاب شده. اینطور که همون اول توی تیتراژ نوشته میشه که این فیلم به دست گروه 100 نقاش، یه گروه 100 نفره‌ای که نقاش بودن کشیده شده، نقاشی شده و تمام چیزهایی که میبینین بر اساس و پایه نقاشی های ون گوگ هستش. Help yourself, why don't you? Well, he doesn't need it, does he? ولی در جریان مسیری که برای داستان اتفاق افتاده، نمیدونم جمله بندیم درست بود یا نه، ولی به هر حال مفهوم فکر کنم رسوندم. یعنی اگر هم نقاشا کشیدن، مثل اینکه حالت مثلا کمیک استریپ کشیدن، یا این نمیدونم دفترچه رو دیدین یا نه، تو هر برگ یه نقاشی میکشن، بعد اینجوری که میگیرن، اسم اونو یادم رفته، اسم جالبی هم داشت، و هی تغییر میکنه، مثلا این یه کارتون میشه اون دفترچه. اینو فکر میکنم اینطوری درست کردن، چون تأکیدی هم داشتن. ببینید انیمیشن نیست، یعنی ما تفاوت انیمیشن با نقاشی کامل میفهم. این واقعا من اتفاقا داشتم فکر میکردم که خب چطور میشه که نقاشی کشیدن، یا نقاشی دیجیتال بوده یا نقاشی دست، چون نوشته هند کرافتد، هند پیتد، احتمالا باها واقعا دست کشیدن و هر کدوم رو عکاسی کردن، بعد دیگه با تکنیک های دیگه ای مثلا اینو پیش بردن در جریان فیلم. بخوایم شروع کنیم، این فیلم خودش توضیح میده. این فیلم حالت معمایی نداره ولی پازل ماننده، اینطور که همون اولش هم مینویسه که این داستان برای 1 سال بعد از مرگ ون گوگ هستش. یعنی وقایعی که اتفاق میفته توی این فیلم 1 سال بعد از مرگ ون گوگ هست. اینطور که مینویسه توی جراید، یعنی همون یک متنی از روزنامه مینویسه، نشون میده که نوشته شده ون گوگ خودکشی کرد، یه شلیک کرد به شکمش و بعد از 2 روز مرد. تا اونجا که ادامه امروز دیدم، ولی خب بازم فیلم به نظرم یا سنگینی بود یا اینکه انقدر که آدم میدید که این نقاشی، با اینکه من چند سال پیش دیده بودم، این نقاشی ها خیلی توجه جلب میکرد و باز زیرنویس بود، یه ذره مسلما زیرنویس و چیزا بخوایم ببینیم یه ذره چیز میشه. حالا مثلا که اگه بخواد یه چیز جدید باشه، میدونین انیمیشن، انیمه، لایو اکشن، اینا یه مدلی هستن که کامل آدم باشون یه نزدیکی بصری داره، میدونه چطور هستن، ولی کاملا معلومه چی هستن. این مدل خیلی جالبی است، اجرای خیلی جالبی است، ایده خیلی جالبی داره برای فیلم انتخاب کرده. در رابطه با رنگ ها و ترکیب بندی ها بخوایم بگیم، رنگ ها بر مبنای طیف رنگی خود نقاشی های ون گوگ انتخاب شده. یعنی هر رنگی که توی این فیلم انگاری که توی سوشال مدیا یا چیزهای دیگه به هر حال ون گوگ یه شخصیت شناخته شده توی نقاشان هستش. حالا هر چقدر هم قدیمی باشه فکر می‌کنم مثلا یه اسم بدیهی شده واسه ما. این ما انگار با چیز غریبه در چیز نیستیم، برخورد نمی کنیم. رنگ ها، تمام تکنیک های خود ون گوگ، که حتی اون قلم های معروفی که استفاده میکنه برای ضربه زدن و چیز، اون شب پر ستاره که مثلا
ناپیوسته و چیز باشه یا همون طیف رنگی ها، تقریبا همه چی. حتی میگم اون اشاره‌ای که کردم شخصیت هایی هم که توی این فیلم هستن خود ون گوگ اینو نقاشی کرده بود و از نقاشی خودش برداشتن، بعد اومدن هم از نقاشی خودش برداشتن، آره دیگه، چون بعضیشون هم این مدرن میکشیده، واقعا حالت پرسه نمیکشه بعضیا رو، هم اومدن این بازیگرهایی انتخاب کردن و بازیگرها رو تبدیل به نقاشی کردن. اونجور که دیدین بازیگرای مختلفی هم بازی کردن توی این فیلم. ترکیب بندیاش برای من جالب بود. میشه گفتش که از من اینطور دیدم ترکیب بندیای سینما، میشه گفت نقاشی، عکاسی و اینطورا خیلی با هم تفاوت نداره. یعنی اگه یکیشو خیلی خوب بلد باشین میتونه کمک کنه که چیزای دیگه رو انجام بدین، که مثلا باز همونطور که قبلا گفتم میتونین همه رو یاد گرفته باشین ولی میتونین استفاده هم نکنین از ترکیب بندی. ولی این ترکیب بندی ها برای این نقاشیه که استفاده شده آدم احساس میکنه که فقط برای نقاشیه، یعنی از تکنیک هایی که فقط برای نقاشی استفاده کرده. بخوایم اینطور بگیم ترکیب بندی هایی که استفاده کرده، همونطور که میدونیم بیشتر ترکیب بندی ها در هنرهای مختلف تقریبا شبیه به هم هستش. این هم برای خودش متنوع و متفاوت هستش، یعنی تقریبا میشه گفت همه چیز سر جای خودش هست. از رنگ های درست انتخاب کرده، از هر چیزی که استفاده کرده، مثلا که گروهی هم بوده، گروهی بودن نقاشی اجرا خیلی به چشم نمیاد، پیوستگی معلومه کاملا، چون همشون هم از یه تکنیک استفاده کردن. چیز دیگه که بخوایم بگیم در مورد سریال هست، یک نامه‌ایه که باید بعد از 1 سال رسیده بشه به برادرش. یه نامه‌ای نوشته بوده، بعد این 1 سال مونده بوده دست مثلا پسر پستچی قراره که بده به واقعیتش خیلی یادم نمیاد چطور هستش. این پسر پستچی به هر حال قرار هستش که بده به برادر ون گوگ نامه رو. ولی هر چقدر که میره جلو با معماهای مختلف یا با خطهای داستانی مختلفی مواجه میشه. یکی این که اولش که ما همه میدونیم که همیشه میگن که ون گوگ یه بیماری روانی داشته، بعد خودکشی کرده و فلان. اتفاقا این فیلم میاد اینو به چالش میکشه که همون اول پستچی انقدر که یه مستندی هم نشون میده آخر چیز، مثلا میخواد سندی بر حرفهای فیلم باشه، نشون میده که همیشه چند تا توی نقاشیش چند تا از این پستچی نقاشی کشیده بوده، پورتره کشیده بوده، به این خاطر که همیشه به خاطر اینکه با برادرش ارتباط داشته باشه نامه ها رو بهش میداده که مثلا بهش برسونه، دیگه با هم خیلی آشنا بودن. این قراره که حالا این مرده، ولی خب این مثلا خیلی به این تاکید داره که اصلا ون گوگ مریض نبوده، اگرم که مریض بوده رفته بستری شده و خوب شده و این حرفا. اون تایمی که خودکشی کرده که به نظر این خودکشی نکرده، تا اونجا که یادم اینطور میگه اصلا مریض نبوده یا بیمار نبوده. اگرم رفته چیز، حتی انقدر براش مهم بوده که رفته تیمارستان که یه ذره بستری بشه و خوب شده و اومده بیرون. روند داستان خیلی پیچیده نیست، ما رو با قضاوت‌های مختلف مواجه میکنه، اینطور که مثلا ما از همون اول میفهمیم که ون گوگ یه رابطه خیلی نزدیکی با برادرش داشته. برادرش یه مدل حالت پشتیبان مانند و ساپورت مانند بوده برای ون گوگ، بهش کمک میکرده، مثلا حالت مالی باشه یا از حسی باشه، یا اینکه مثلا بهش نامه‌ای نوشته، مونسش بوده، همدمش بوده، یا مثلا برادرش بوده. اینطور حالا نمیشه حتما نمیشه، قرار نیستش که مونس رو به شریک زندگی اینطور رابطه نزدیکشون رو نشون میده. چیزی که متوجه میشیم میره جلوتر، این نامه میخواد بالاخره برسه. این حتی به این انقدر براش مهمه که پسر پستچی اسمش آرلون، واقعا یادم نیست اسم شخصی چیه،
رونالد پسر پستچی هستش که به خاطر این رسوندن نامه به جاهای مختلفی سفر میکنه. اولین نفرم که مسلما پسر پستچی برادرش هست که متوجه میشه که مرده، یعنی 6 ماه بعد از اینکه ون گوک مرده برادرش هم مرده از ناراحتی. Maybe that was the case after all. Because after Vincent died, Theo went into sharp decline. He'd been poorly before, but Vincent's death destroyed him. He had actually been with him a whole day at the end. But Vincent insisted they use the time to discuss life, not death. And no suicide note either. So it stayed a mystery. And Theo just kept asking why. بعد میره جلوتر، مثلا میخواد به هر بار فکر میکنم بار آخری که مثلا میخواد این نامه رو برسونه میگه که حداقل برسونه به دکتر ون گوک که یه مدت توی شهر دیگه ای زندگی میکرده، یه دکتری هم باهاش مراوده ای داشته و همراه بوده. تا زمانی که بخواد اون دکتر رو پیدا کنه بین این تایم با شخصیت‌های مختلفی روبرو میشه. مثلا باید یه شب بمونه، 2 شب بمونه تو اون شهر، تو اون روستا فکر میکنم، به خاطر اینکه یه شب 2 شب بمونه میره تو مسافرخونه. تو این مسیر مسافرخونه با دختر که رئیس مسافرخونه، صاحب مسافرخونه آشنا میشه و میفهمه که خیلی دخترش میگه که این خیلی با هم رابطه خوبی نداشتن با اون دکتر. ببینین حالا بخوایم توضیح بدیم مسلما خودتون دیدین این فیلمو، ولی خب بخوایم اینطور ببینیم فیلمو، ما یه چیز چالش برانگیزی که واقعا آدم به فکر فرو میره. آخرین چیزی که گفته میشه برای این فیلم در مورد این هستش که خود فیلم دکتر رو نشون میده که بهش میگه من اگر که باعث شدم مرگ بمیره به خاطر این بوده که حقیقت رو بهش گفتم. یعنی اون اومد به من گفتش که من دارم با راستی زندگی میکنم و تو با دروغ، اینطور که تو اینجوری خودش میگه که مثلا تو دوست داشتی که نقاش بشی ولی به زور پدرت اومدی دکتر شدی، ولی من حداقل دارم با علاقه خودم پیش میرم. بعد اینم که بهش برمیخوره و میدونسته که این چقدر به برادرش نزدیکه، میگه تو اگه میتونی با راستی زندگی خودت زندگی کنی به این خاطره که برادرت تو رو ساپورت میکنه و اگه مثلا مشکلی هم پیدا بشه برای تو یا مثلا زیادی مشکل مالی پیدا کنه مریض میشه و فشار روانیش باعث میشه که فشار روحیش باعث میشه که حالش بدتر بشه و این حرفا، یه جور حالت شماتت کردن و اینطورا که نشون میده بعد از اون میره خودکشی میکنه. ولی خب همین در راستای این که این شروع بشه، نامه برسه به این دکتر و بعد از اینکه دکتر بخواد مثلا اینو بخونه، یه نامه رو بخونه و اصلا با این پسر صحبت کنه، اتفاقهای مختلفی میفته. این 2 روز با آدم‌های مختلفی ملاقات میکنه، یعنی پیوستگی مختلفی میبینیم ولی روایت‌های مختلفی. مثلا دختر رئیس مسافرخونه یه چیزی میگه، کسی که مسئول قایق‌های رودخونه بوده و قایق اجاره میکنه در مورد ون گوک و معشوقش یه چیزی میگه. هر فردی که کمی نزدیک بوده به ون گوک روایت‌های مختلفی از موقعی که این خودکشی کرده میگن، روزی که این خودکشی کرده. Always checking if we had rooms at weekends. But they never did come. So did Vincent visit them, ever? No. You know, he'd spend hours on hours writing those letters to his brother when he could have just hopped on a train. Oh, no, he did go once. He said his brother's baby was ill. But I don't think the visit went that well. یکی میگه که با دکتر مشکل داشته، یکی میگه که خودش میخواسته خودکشی کنه، یه دکتر میگه که اصلا این زاویه‌ای که شلیک شده بهش از پایین بوده و این امکان نداشته که خودش رو بکشه. کسی که میخواد خودش رو بکشه به سرش میزنه یا به دهنش، نه اینکه به
پایین از پایین بزنه به شکمش. دکتر میاد یه حرفی رو انگاری تموم میکنه در ذهن خودش، میگه که خب این قبلا کسی بوده که اتفاقا همین هم نشون میده، میگه این قبلا کسی بوده که گوشش رو بریده که کادو بده به کسی که مثلا دوستش داشته. خب به نظرت این بعید نیستش که خودش بخواد عمدن شلیک کنه به خودش که بخواد با زجر بیشتری بمیره و خب پسره چیزی نمیگه و یه جورایی دیگه تموم میشه و میره، یعنی بعد چند دقیقه. ولی خب این هم یه جور حالت تردیدی به وجود میاره که اگر اونو گوشه که میخواسته بده به خاطر این بوده که کادو بده، ولی خودکشی و مسلما نمیخواسته به چیزی به کسی، میخواسته انگاری خودش این مرگ و هدیه بده. خب چرا بخواد به خودش زجر بیشتری بده؟ چون اون موقعی که به خودش شلیک میکنه نزدیک چند ساعت پیاده روی میکنه که برسه به مسافرخونه، انگاری نمیمیره، پس ترجیح میده زنده بمونه. بعد میاد بعد 2 روز تازه میمیره با یه چیزی که دختره میگه، دختر رئیسی که برای مسافرخونه هست، میگه که این دکتر قبلا دکتر ارتش بوده، خب چطور نتونسته که اون گلوله رو در بیاره. حرفهای متضادی گفته میشه، ولی خب آخر سر به همین تمام میشه که این شلیک کرده به خودش و واقعا خودکشی کرده. ولی خب با چند تا سوال، یعنی انگاری میسپاره به خودمون. ما چند تا روایت داریم، اونم که زبونی فقط به دکتر گفته بوده، خود ون گوگ به زبون فقط گفته بوده که مرده و تموم، مثلا نامه خودکشی نداده بوده که با خیلی هم تاثیر بدی میذاره تا این حد که 6 ماه بعدش برادر خودش میمیره. روند فیلم همین هست، یعنی ما با چالش های مختلفی که برای این پسر به وجود میاد برای نامه فرستادن مواجه میشیم که در آخر هم میگه که تیتراژش میگه که آخر سر وقتی در واقعیت اینطور بوده که همون پسر میره بعدن تا آخر عمرش پلیس میشه. این حالا یه ذره متفاوت بریم جلو، این روند داستان بود. در مورد کارگردانی بخوایم بگیم، واقعا انگاری داریم با یه کتاب نقاشی روبرو میشیم نه با یه فیلم، یعنی انقدر حالت ملایم پیش میره، شخصیت ها هستن، ما با بازیگرها آشناییم، صحبت میکنن، توی بومیم، انگاری همه رو توی بوم میبینیم و انگاری همه رو توی دنیای ون گوگ میبینیم در حالی که مرده. یه نکته این هستش انگاری مثلا چون فکر میکنم این کار رو برای این کردن، چون همیشه میگن که همونطور که میدونین آخرش هم مینویسه، همیشه میگن که ون گوگ نقاشی خیلی زیادی کشید که تو دوره زندگی خودش فروش نرفت، ولی بعد از مرگش خیلی معروف شد. شاید همینم به خاطر همین این کارو کردن که ما وقتی داریم با رویدادهای بعد از مرگش روبرو میشیم داریم با همون دنیایی که درست کرده بوده روبرو میشیم، ولی با یه جریان دیگه. به خاطر همین شاید مثلا تو ذهنمون همیشه، تو ذهن من عجیب نمیاد، خب این نقاشیش تو زندگی خودش بوده ولی روایتی که داره میشه تو بعد از مرگشه، یه ذره غریب نمیاد این موضوع. رنگ ها خیلی میگم تفاوتشون به چشم نمیاد، همینم جالب. ما اگه با تنوع رنگ خیلی خاصی روبرو نیستیم، انگاری چند تا نقاشی محدودن تقریبا، ولی این ما رو اذیت نمیکنه. ما نمیدونم واقعا چه تکنیکی استفاده کردن برای این فیلم، به نظر من جالبه. و بازیگرها انگاری بازیگر نیستن، ما انگاری داریم چند تا خط نقاشی رو میکشیم. واقعا اگر که بازی کردن و بعد تبدیل شدن به نقاشی که مثلا بازی کردن خیلی روون، خیلی خوب بازی شده. تدوین، موسیقی از همون لحظه های اول شنیده میشه و اصلا این موسیقیه که ما رو با فیلم میبره جلو میبره. یعنی با اینکه ما داریم منتظریم که مثلا فیلم شروع بشه و میدونیم در مورد یه نقاشی هست و این حرفا، خیلی سریع با موسیقی متن فیلم ارتباط میگیریم. نکته دیگه که میشه به فیلم اشاره کرد در مورد تایم فیلمه. ما تایم فیلم تقریبا 1.5 ساعت هست، خیلی زیاد نیست، ولی تو اون تایم ما با چیزهای مبهمی روبرو نمیشیم خیلی.
ما صرفا با داستان‌های سوال برانگیزی، داستان‌ها که نه، یه روایت سوال برانگیزی روبرو میشیم، ولی چیزی برای ما مبهم نیست. مثلا حتی پرداخته میشه به شخصیتی که ون گوگ داره، در مورد شخصیتش صحبت میشه، در مورد اینکه نقاشی کردن رو مثل کارش میدونسته، از ساعت 5 تا 8 شب، از ساعت 8 صبح تا 5 عصر کار میکرده. And then suddenly, it was all silent. He looked so happy that this dirty crow was coming close. Didn't seem to care that it ran off with his lunch. حتی یه کمی در مورد روند زندگیش گفته میشه که مثلا از 28 سالگی شروع کرده. آخر فیلم میگه که در طول زندگیش 800 تا، در طول اون 8 سال، فکر می‌کنم 8 سال نقاشی کرده، مثلا چون دیگه 37 سالگی خودکشی کرده، از 28 سالگی شروع کرده و تا 37 سالگی تو این مدت 800 تا نقاشی کشیده که فقط یه دونه‌شو تونسته بفروشه، که بقیه‌اش هم بعد از همونطور که می‌دونید بعد از مرگش معروف شد. که این هم بهش اشاره میکنه که یه پدر بهش لقب پدر مدرن هنر رو بهش میدم، هنر مدرن. میدونین بخوایم به چیزی که اشاره کنیم در مورد این هستش که یه نکته که همیشه ون گوگ داره، من میدونم که فیلم‌های دیگه‌ای از ون گوگ ساخته شده، من فقط همینو دیدم فعلا، حالا شاید هم بعدا یکی دیگه ببینم، چون میدونم که یه زندگی نامه خودش هم درست کردن. این مثلا بعد مرگشه، زندگی نامه خودش هم احتمالا یه جدیدتر از اینه یا قبل‌تر از این درست کردن. یه نکته که هستش همین اینکه این ون گوگ ممارستش به این که میدونست چه کاری دوست داره و تکنیکی که برای خودش درست کرد. مثلا شب پرستاره یکی از معروف‌ترین تابلوهای ون گوگه، تکنیکی که استفاده کرد و کس دیگه ای استفاده نمی‌کرد. و خب میدونین تو دنیای الان، تو دنیای بازار دیجیتال، دنیای دیجیتال یا هر چیز دیگه اینطور هستش که میگم مثلا یه چیزی داره، به هر حال شاید بد نیست، میگه که مثلا وقتی کاری شروع میکنی، یه بیزینسی شروع میکنی، وقتی جواب نمیده بذارین کنار، یه چیز دیگه شروع کنین، چون سرمایه گذاشتین تو بیزینس ها، توی کار، نه توی مثلا زندگی و این چیزای دیگه. یه چیز دیگه شروع کنین یا هر چیزی، ولی مثلا جاهای دیگه هم شاید کم و بیش به همچین چیزی اشاره بشه. دیگه زندگی ون گوگ چیزی که واقعا میشه بهش یه تأمل برانگیز دونست همینه. این در یه شاید دیرتر شروع کرد نقاشی‌ها و یه تایم کمی هم داشت که به آخر سر به حالا یا به خودکشی کرد یا کشته شد. حالا فیلمو دیدین مسلما سوال‌های مثلا شاید حتی یه جورهایی دکترش هم بهش یه جورهای اتهام وارد شد که اصلا شاید دکترش اینو کشته، یا یه جایی مثلا گفته شد که شاید اون پسره که یه ذره شیطون بوده، نه بهش اشاره نشد که دقیقاً پسره چجوری بوده، ولی مثلا اینکه فقط اونجا میچرخیده، مثلا به عنوان شوخی کشته، خیلی چیزا و که آخر سر هم به همون خودکشی تموم شد. ولی چیزی که هستش تو اون تایم، اگر که شروع کرده به نقاشی، اگر که هم نمیخریده کسی، باز احساس میکرده که این چیزی که دوست داره، این نقاشی چیزیه که این سبک چیزیه که میتونه باهاش پیش بره. اگر که کسی ازش نخرید، حتی نشون داد این دکتر نقاشیشو دوست داشته. این دکتر با اینکه میگفتش مثلا این دکتر نقاشیشو دوست داشته و آرشیو کرده بوده ولی ازش نخریده بوده، آخر فیلم میگه که یه دونه نقاشیشو فروخته. این کارشو ول نکرده. این خیلی به نظرم جالب هست. نمیدونم ماها چقدر میتونیم این کار بکنیم، چقدر میتونیم به کاری که داریم میکنیم انقدر مطمئن باشیم که حتی اگه کسی ندید یا کسی نخواست مثلا توجهی کنه یا به احساس کردیم که خوب پیش نمیره، بازم ممارست داشته باشیم. یه موقعی هستش که ما کاری انجام میدیم که دیده بشیم، ولی بعضی وقتا یه کاری میکنیم که کارمون دیده بشه. خب انگاری ون گوگ اینطور بوده که میراثش مونده، کارش مونده به جای اینکه خودش بمونه. حالا خودش هم انگاری اصلا فکر میکنم خودش هم نمیدونسته که قراره نقاشیش انقدر معروف بشه بعد مرگش. میگم یه جور ریسکه بخوایم حساب کنیم از یه لحاظ، یعنی شما یه تایمی رو برین یه کاری رو انجام بدین که حالا بمیرین که
بعدش حالا بعد مرگتون آیا دیده بشه یا نه. ولی باز میشه گفت اینطور که به هر حال اونطور که میخواستین زندگی کردین. میشه شاید هم اینطور میشه دید که به خاطر سبک زندگی که داشته، به خاطر اولین چیزی که مثلا به چشم میاد علاقش به ممارسات و علاقش به نقاشی بوده که انقدر توجهش بیشتر جلب شده، توجه مردم. ولی خب البته اینم نشون میده که اون دکتر تمام نقاشی‌ها رو جمع کرده بوده و بعد یه مدت که می‌خواستن اون نقاشی‌ها رو مثلا جدا کنن از نقاشی یه دکتر، یه کارشناس آورده بودن چون دکتر کپی می‌کرده از نقاشی ون گوگ. تو زمان یک ذره تأمل برانگیزه واقعا. تو زمان خودش نشون میده که معروف بوده، حتی میگن که این هنرمند معروفی بوده، ولی خب این معروفیتش این که چرا نتونسته نقاشیشو بفروشه و تاکید میشه همیشه، حتی نه تنها در این فیلم، در کلا یه بک‌گراندی فکر می‌کنم برای شما اگر که بشناسی نمیاد، یه بک‌گراندی همیشه تو ذهن ما این هستش که نقاشی ون گوگ تو دوران زندگیش اصلا دیده نشد یا اصلا خودش دیده نشد، ولی بعد از مرگش هم خیلی خوب فروخته شد با بالاترین قیمت، همین که خودش خیلی معروف شد که حتی چند تا صرفا به خاطر ساختن فیلم نیست در مورد یه شخصیت که بگیم یه شخصیت مهمه، ولی وقتی فیلم رو میبینیم مثلا آشنا میشیم با این شخصیت میبینیم که واقعا متفاوت هستش، هم سبکش هم نوع نگاهش به هنر یه پدیده یا به وجود آورد دیگه. ما قبلا اینطور بودش که حالا ما بیشتر در مورد عکاسی هم من بعضی وقتا میگم، قبلا دوربین نبود، انسان ها حالا یه جایی خوندم یا تو ذهن خودم هستش، انسان ها میومدن به خاطر اینکه مثلا طبیعت رو به شکل بکشن یا یه فرد و خودشون نقاشی میکردن، انقدر رئال کار میکردن که انگار چیزا، حتی بعضیشون ماشینی کار میکردن، چاپی کار میکردن. بعدش که دیگه حالا یه ذره گذشت، البته فکر میکنم اون موقع دوربین اختراع نشده بود، ولی یه ذره که گذشت تعریف دیگه ای از هنر رو پیش اومد که مثلا بگن که من نگاهم به زندگی یه جور دیگه میخوام نشون بدم، من سبکم برای هنر یه چیز دیگه از هنر، صرفا مثلا چیز نیست کپی برداری است. البته خود طبیعت که خودش هنر هست، ولی خب حتی اون نقاشی هم که از هنر میکشیم، طبیعت میکشیم، مسلما یه مدل دیگه ای از نگاه ما، حالا سایه هایی که میکشیم و این حرفا، ولی خب نوع نگاهش مسلما متفاوت بوده و واقعا میشه گفت مثل اینکه از همین ون گوگ هم هنر مدرن متولد شده. میگم با اینکه 1.5 ساعت فیلم هست، اطلاعات خیلی مختلفی به ما میده، هم از سبک زندگیش، هم از افرادی که باهاش نزدیک بودن، هم چیزهای مختلف. شاید به زندگی خودش خیلی کامل ورود نکنه، ولی 1 سال بعدشو که نشون میده خیلی خوب مثلا ما متوجه میشیم که چه دوره‌ای گذرونده، باز با اینکه بیوگرافی فیلمش نیست. امیدوارم از این فیلم لذت برده باشین. به نظرم ارزش دیدن داشته و داره مسلماً.